هلو گایز، امروز میخوایم با هم عجیب ترین و حال به هم زن ترین غذاهای دنیا رو بشناسیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. میریم سراغ شماره 15 قلب مار کبرای تازه. این اسمش مشخصه دیگه، قلب کبرا. اصولا هم تازه نگاه کنید تکون میخوره، تازه سرو میشه با خون همون حیوان، بعد به صورت خام میخورنش. من نمیدونم چه غذایی شما میخورید. این همه چیز هست تو دنیا، باید قلب کبرا بخورید؟ آخه مریضی، عقلتون کمه. نمیدونم چه مرگتون. آخه شماره 14 لیستمون سوپ لونه پرنده است که تو جنوب آسیا استفاده میشه. بیشتر از لونه پرستوها استفاده میکنه که این حیوان میبینید با بزاقش لونه رو میسازه. اینا میرن اون بزاق خوش شدهش رو میکنن از در دیوار غار و اینجور جاها، بعد میریزن توی سوپ میخورن. خوف حیوان میخورن. چه غذایی شما میخورید؟ حالا باز این قابل تحمل تره. قبلی آخه چی بود؟ قلب کبرا. آخه بابیلا میکنید. نه کن داره آتاش خالاشون جدا میکنه. واقعا مردم عقلشون کمه، من نمیفهمم. مثلا شماره 13 لیستمون ژلاتین دماغ موسه. همینجوری که مشاهده میکنید تیکای این قسمت جلویی دماغ موسو میکنن، کز میدن مثل کله پاچه خودمون، بعد میرزن توی آبش میپزن، این چیزا تیکه تیکش میکنن. حالا این خیلی چیز عجیبی نیست، همون کله پاچه خودمونه دیگه. حالا فقط بعدیش اینه که قسمت دماغشه. حالا ما دماغ کله پاچه رو فکر نکنم کسی بخوره، ولی خب اینا دماغ میخورن. خیلی چیز بدی نیستش، حالا میشه تحملش کرد. غذای بعدیمون اسمش فوگوه، گوشت ماهی بادکنکی که این غذا بسیار غذای خطرناکه، چون باید اون آشپزی که میخواد اینو سرو بکنه خیلی حرفه‌ای باشه. توش یه سری غدد سمی وجود داره، اگه اونا رو اشتباه چاقو بزنه گوشتش سمی میشه و در از چند دقیقه آدمو میکشه. من نمیدونم چه مرضی این غذا رو میخوری. این همه ماهی خدا گذاشته تو دریاها، خب برید یکی دیگه بخورید. دیوونن اصلا این ژاپنی‌ها یک چیزا عجیب غریبی میخورن. من نمیدونم چی بگم. میریم سراغ غذای بعدی، صدف‌های کوهستان راکی که از بیضه گاو ساخته میشه. ابتدای بیضه ها رو پوستشو میکنن، یا حالا بعدا سرخش میکنن یا گریلش میکنن میخورن. بعد اسمشو من خیلی دوست دارم، صدف‌های کوهستان راکی. به خایه میگن صدف. بعد چه غذاییه؟ این همه جای دیگه داره گاو. عد با تخماشو بخوری؟ نگاه کن، مثلا دستش هم یاده مذب تخمیه. چی میخورید آخه؟ نمیدونم اصلا مردم دنیا با خدا مخشون تاب داره، خوشحالن. غذای بعدیمون لوتفیس که از نروژه. ماهی کادو اول خوش میکنن، بعد میندازن توی ماده قلیایی، بعد که ژلاتینی شد بعد تازه میپزنش. یعنی مش خر و اسکل طرف. خب بابا همون ماهی رو اول تازه‌شو سرخ کن بپز بخور دیگه. آخه چه کاریه؟ میندازه خوش میکنه، بعد میندازه اون بعد این کارو میکنه، بعد اونجوریش بابا ولمون کنید. بعد آخه چه غذایی شما میخورید؟ برای چی ماهی اول باید خوش بکنی بعد بذاری توی ماده قلیایی ژلاتینی بشه، یعنی تخمیر بشه در اصل، بعد بپزیش دوباره؟ نمیدونم بابا. میریم سراغ غذای آشغال بعدیمون، کیویا که از گرینلند. پرنده‌های کوچیکو میگیرن میندازن توی پوست فوک، بعد درشو میبندن میذارن یه گوشه چند ماه تخمیر بشه. آخه چه غذاییه؟ وای فکر کن چه بویی میده این غذا. یعنی من حتی دلم نمیخواد این غذا رو یه بارم تست بکنم. خدامو شکر میکنم که در دسترسم نیستش، لازم نیست برای شما تست بکنم، فقط ویدیوشو میگیرم. بابا اینا چه آتش خالاییه اینا میخورن؟ پرنده رو میندازی تو پوست فوک میذاری تخمیر بشه، مگه شرابشو میخوای بخوری؟ میریم سراغ یکی از گوهترین غذاها، عنکبوت سرخ شده برای کامبو. این عنکبوتای گنده رو میرن توی جنگل جمع میکنن، بعد میندازن توی روغن همینجوری که میبینی سرخش میکنن، بعد میگن خیلی ترد و خوشمزه است. بعد من یه سوال دارم، این حیوان بدنش پر کرکه، پر موه، ایناشو چی کار میکنی؟ بابا چی میخورید آخه؟ ولمون کنید. هرچی ان و بو میریزید
نگاه کن داره سیخو میکنه توش. اگه تو اینجا ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک بکنید، نظرتون رو برام کامنت بکنید، چنل رو حتما ساب بکنید تا ویدیو بعدی جا نمونید. پس بریم سراغ ادامه ویدیو. میریم سراغ غذای بعدیمون، تخم قرن اسمش، از چین. این غذای آشغال توی تخم مرغ تخم مرغ بلدرچین یا اردک و توی خاک و خاکستر و نمک و کاه به مدت چندین ماه میذارن تخمیر بشه که این انتسوش در بتونن بخورن. چیه؟ چه کثافتی آخه؟ سیاه شده. خب این الان فاسد مگه نیسته؟ مگه تخم مرغ اصلا تخمیر میشه؟ میریم سراغ غذای بعدیمون، ساندانگجی. چه اسم تخمی هم داره، از کشور کره جنوبی. این غذا پاهای زنده هشت‌پاه که روش روغن کنجد میریزن کوف میکنن. بعد این حیوان زمانی که دارن میخواه اینجور پاش تکون میخوره. چرا آخه؟ چه مرضیه؟ جرأت داره اون هشت‌پاه رو درسته بخور بره داخل خودت هم بخوره دیگه. چه کاری آخه؟ چه لذتی داره؟ نمیفهم. مزه خاصی داره اصلا. بعد انقدر روش چیز میریزن طعمشو نفهمن. نصف غذای آشغال دنیا اینجوری انقدر ادویه بهش میزنن که مزهشو نفهمن. میریم غذای عجق وجق بعدیمون، غذایی به نام نمیدونم چی اسمش هم سخت بود، ولش کن اسمشو. تخم مورچه است خلاصه. اینا تخم مورچه رو میرن نمیدونم کجا جمع میکنن، بعد سرخش میکنن، میگن مزه کره‌ای هم میده. مگه میشه تخم مورچه رو خورد؟ میگن تخم مورچه نفاخه، میتره که باد. پس به این نتیجه میرسیم مکزیکی خیلی گوزوان. چقدر تخمشون گونده است. این بیشتر تخم دایناسوره تا تخم مورچه، چون گونده است تخم. چرا؟ چیکار دارید میکنید با خودتون؟ یعنی گوسفند هست، گاو هست، مرغ هست، شتر هست، بوقلمون هست، بلدرچین هست. بعد میریم تو دسته‌های پایین‌تر، اردک هست، قاز هست. این همه حیوان خوردنی هست. توی دریا این همه ماهی قابل خوردن هست. اونا که هشت‌پا میخورن، اینا تخم مورچه میخورن. اون یکی میذاره پرنده رو توی فوک بگنده، اون یکی تخم مرغ رو میذاره میگنده. کار میکنید؟ این چی انگویایی میخورید آخه؟ شدام حالش به هم میخوره. خب چی وضعشه؟ غذای عجق وجق بعدیمون کاسومارزو اسمش، که پنیر که درست میکنن و با لاروای زنده مگس تخمیرش میدن. بعد چجوری میخورنش؟ اون لاروا رو جدا میکنن دیگه، لار بهش میخورن. ولی من تا جایی که شنیدم و تحقیق کردم این غذا توی ایتالیا فروش و تولیدش ممنوع شده و زیرمیزی و مخفیانه میفروشن خیلی، چون میگن به شدت مسموم میکنه. مرض دارن میخورن دیگه. اون چقدر خرن. دولت ممنوعش کرده، باز تولید میکنن، باز یه سری میخرن میخورن. میریم سراغ آشغال ترین غذای دنیا، سورسترومینگ. شاه ماهی رو میندازن توی نمک میذارن تخمیر میشه. این خیلی معروفه این غذا. کسایی که کنسروشو میخوان تست بکنن همهشون تگری میزنن. خیلی بوی بدی داره، افتضاح بوش و اصلا نمیشه سمتش رفت. تا جایی که من توی ویدیوها دیدم اصلا قابل درک و لمس نیست واسه ما تا زمانی که بوش به دم بخوره. طرف تو حیاتش درش رو باز میکنه که بوش خفه نشه، بعد اینو میخورن. ای بمیری، آخه چه چیزی هم میخوری؟ ناکن نشسته راحت داره میخوره. من میریم سراغ یه غذای آشغال دیگه، هاکاری از ایسلند. گوشت کوسه رو میگیرن میذارن زیر خاک به مدت چند ماه، تخمیر که شد به قول خودمون گندید فاسد شد، تازه آویزونش میکنن خشکش میکنن بعد میخورنش. من نمیدونم واقعا این شمال اروپا چی تو سرشون میگذره، مغز دارن یا ندارنشو من نمیدونم، ولی فقط اینو میدونم که خیلی آتشقال خورن، یعنی غذاهای افتضاح میخورن. خیلی سعی دارم میکنم جملات مثبت 18 استفاده نکنم. و آخرین غذای ما که عجیب ترین غذاست، بالوت از فیلیپین.
تخم اردکو مثلا 21 روز طول میکشه، مثلا تخم 19 روزه رو 18 روزه رو اینا میذارن یه گوشه تخمیرش میکنن، بعد میپزنش، بعد میخورنش با همون بچه‌ای که توشه، اینجوری که دارید میبینید میخورنش. بعد خیلی هم میگن خوشمزه. میخورد بابا ولمون کن، آخه چی میخوری؟ نه کن حیوان اون تو، بعد اونو میخوری، بعد پر داره، نوک داره. تخم مرغش ما به زور میخوریم، چی میخورید شما؟ حالا بد شد. چه ویدیویی بود من گرفتم؟ ممنون که ویدیو رو تا تماشا کردید. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک بکنید، برای این پایین نظرتون رو حتما کامنت بکنید، بهم بگید چه سبک ویدیویی دوست دارید، چه چالشایی بذارم، چه چیزایی بذارم. حتما چنل ساب بکنید، ما رو به دوستای خودتون معرفی بکنید، کار خیلی بهمون کمک میکنه که زودتر پیشرفت کنیم و 1000 تا بشیم. تا یه ویدیو دیگه، دوستتون دارم.